چه خبر؟ اسم هست کیوی کنیم. ممنون که ماخسکه یکو خریداری کردی. توضیحات دوره رو که مطمئناً خوندی. این دوره برای کساییه که فقط موبایل دارن، از 1 تا 10 میلیون ارزش داره کم کم و میتونن حداقل 1 تا 10 میلیون هم سرمایه گذاری کنن روی کارشون. 1 تا 10 میلیون. حالا کمتر هم بود اوکی. مهم البته همون گوشیه. شروع کار در یوتیوب رو بریم ببینیم. قسمت دوم مربوط به اسم گذاری، لقب و لوگو. من واسهتون یه تخت وایت بورد تهیه کردم که قشنگ بهتون کامل توضیح بدم. ببینین بچه‌ها، من حالا دست چپم باید بنویسم فکر کنم. رفقا حتما دقت کنید. اسم خیلی باحال درست کنید. شما اسمتون چیه؟ مثلا لقبی که انتخاب میکنین اسمتون سیناه. سینا، ببخشید دست خطم یه خورده بده. یه جوری لقب رو درست کنین که مثلا 3 اول اسمتون رو داشته باشه. خیلی لقب‌های زیاد میتونین بذارین. فکر کنین هر چی که حال میکنین باشه. سینیو سینیو مثلا میتونین سینیو کنین اسمتونو، یا مثلا بگه چه خبر من سینیو هستم، یا سینیو تیوی بذارین بغلش اشکالی نداره، یا سینیو گیمینگ بذارین، یا سینیو گیم بذارین، فرقی نمیکنه. باحال باشه، بامزه باشه، گوگلی باشه، تا حالا جایی هم نشیده باشین. من مثلا این سینیو رو گفتم، حالا مثلا شاید خیلی اسمای بالتری به ذهنتون برسه، ولی چون زیاد نشنیده بودم تو یوتیوب گفتم مثلا سینیو تیوی. یا مثلا اسمتون محمده، محمد شما زیاد دارین، محمده میتونیم مثلا بذاریم مملی. مملی حالت فان داره. محمد 207 و این چیزا رو نذارین چون واقعا زیاده. کسایی که میان ویدیوتون رو نگاه میکنن خیلی واسه شون لقب مهمه. محمد هدشات و محمد اینا رو نذارین. تکراری خیلی زیاد سرچ کنین تو یوتیوب، دیدین خیلی زیاد اون لقب بود، استفاده نکنین. اسمای خارجی هم میتونین بذارین، ولی سعی کنین این اول اسمتون رو یه جورایی داشته باشه توی اون لقبی که میخواین بذارین. برگرفته از اسم و فامیلیتون هم میتونه بشه. مثلا فامیلیتون حسنیه، محمد اچ اس، محمد اچ اس هم خوبه، مملی اچ اس یا محمد اچ اس. یه چیزی باشه که طرف وقتی شنید براش عجیب باشه. یا اسمتون مثلا ملیکاست. اگه اسمتون ملیکاست، یا دخترم مثلا بگیم تیم بزنیم ملیکای. گفتم یکم سخته واسم اینو نگه دارم، ولی متوجه میشین. این ور اون ور رو سرچ کنین. مثلا برنده ببینین چیه. هاب داره، محمد هاب. برندا رو چک کنی. برندا خیلی بهتون کمک میکنه. برندایی که معروفن. پرشین ملیک کلا یه مثال دیگه. قسم کمک بهتون دیگه. میگم برندا رو چک کنین. من مثلا لقبی که انتخاب کردم واسه خودم خیلی فکر کردم. 1 روز قشنگ روش فکر کردم. شما باید یه تایم 1 تا 3 روز فکر کنین لقبتون رو پیدا کنین. بشینین بنویسین. حالا ننوشتینم مهم نیست. بالاخره آدم فکر کنه به ذهنش یه چیزی میاد دیگه. اسمای دیگه هم میتونین بذارین، مثلا کافه یوتیوب. حتما نیاز نیست از اول اسمتون باشه. کلا میگم باحال میشه. میتونین کافه یوتیوب بذارین اسمتون رو، بذارین پرشین ها، ویندی سیتی. هرچی اسم عجیب تر باشه بهتون بیشتر کمک میکنه. یه لقب مثلا واسه فربود میخواد یه چنل یوتیوب بزنه، به نظر من بهش میخوره فری پشم. باحال دیگه، بامزه است چون پشم داره. رو به چهرهتون دقت کنین، میبینین بیشتر به چی میخورین. به شکلات میخورین، یه شکلات بیارین تو لقبتون. شیرینین، حس میکنین بقیه بهتون چی میگن. مثلا از بچگی تا حالا فکر میکنین بعضیا شما رو به چی تشبیه کردن. گفتن شبیه کی، یا شبیه چی هستی. شبیه شکلاتی، یا مثلا شبیه فلان بازیگری. برو اون فلان بازیگر رو یه خورده روش تحقیق کن. مثلا دواین جانسون به عنوان مثال، هم بهتون گفتن شبیه جانی سینزی. خیلی همون جانی رو بگیر، یه چیزی هم بهش اضافه کن. جانی پرشین، جانی پتروس، جانی کچله. من مثلا خودم لقبای دیگه بخوام واسه خودم انتخاب کنم کیانم دیگه. یکم که فکر کنم خیلی سخته. یعنی هنوز همین الانشم ذهنم درگیر میشه، میگم چی بذارم. ولی حتما باید سرچ کنید بچه‌ها. اسمتون من نمیتونم دونه دونه نام ببرم که. میگم 1 تا 3 روز باید فکر کنین روی این اسم. شاید مثلا 1 ساعته شما لقبتون
خودتون رو پیدا کردین 1 ساعته. ولی کلا من مثلا اینجوری بودم 1 ساعت فکر کردم، میگفتم خب این لقب خوبه، این لقب خوبه، میگفتم خب همین لقب اوکیه، همین لقب اوکیه. بعد یکم که میگذشت میگفتم نه لقبای دیگه هم به نظرم خوبه ها. یکم که میگشتم تو اینترنت، بعد اینطوری شد که یکم دیگه گشتم، بیشتر روش فکر کردم، گفتم خب همین کیودی پای انگار خیلی بالاتره، هم پای داره، مثلا میگن پای سیب یا پای، خوشم میومد مثلا من شیرینی پای سیبم خیلی خوشم میومد، همش گفتم پای سیب خیلی دوست دارم، شیرینی پای سیب خیلی دوست دارم، سیب میخورم. اون تهش مثلا گفتم این خوبه کیودی پای. برگرفته از کیوت هم هست، کیوت یعنی خوشگل جذاب، منم خوشگل و جذابم دیگه. برگرفته از کیوت بود. ببینین کیوت پایم که دوست داشتم، پای سیب. بعد من گفتم اسمم هم کیانه اولش که داره، اون تهشو هم گفتم حالا ولش کن، ولی گفتم کیوتی پای بذارم خیلی انگار به خودم دارم حال میدم، خیلی مغرورم. یکم گشتم دیدم پیودی پای هم هست، بعد گفتم خب کیوت بذارم خیلی انگار به خودم دارم خودمو دست بالا گرفتم، گفتم این تهشو خط بذارم بشه مثلا کیودی بذارم، دی پای، منطقی بود دیگه. میگم کلا من خیلی گشتم، کلا یه لقبی رو تو یوتیوب مثلا میگشتم میدیدم خب آها اینم هست و برنامه‌مون که هست، یه برنامه داریم به اسم کافیلند، مردم دوست دارن. وقتی لقب رو درست کردی برو سراغ برنامه‌هات، اسمای برنامه‌هاتو عوض کن. من کافیلند گذاشتم، یکی از بر مثلا پست برترین چنل‌های تلگرامی، اینا خاص میشه واسه توی چنل یوتیوبت. ببینید لقب چیز سختی نیست، شما هر چیزی رو که دوست دارین رو میتونین انتخاب کنین. میگم بگردین یه چیز بامزه پیدا کنین خیلی تاثیر گذاره. هدشات مثلا بعضیا خیلی‌ها دیدین این میذارن نمیدونم حسین هدشات و اینا دیگه، بابا همه دارن هدشات میذارن، اینا رو بیخیال شین. میگم سرچ کنین ببینین چند تا تو یوتیوب سرچ کنیم ببینین چند تا این لقب هست، همون هدشاتشو بنویسین، فارسی ننویسین، بگیرین گوگل ترنسلیت اگه انگلیسی بلد نیستین بنویسین هدشات، ببینین چند تا چنل هدشات هست. همین الان بذارین اصلا خودم بهتون نشون بدم. ببینین هدشات، خب این هدشات الان ما سرچ فیلتر رو میزنیم بریم تو قسمت چنل هدشات، ببینین چقدر هدشات آورد، ببینین چقدر هدشات داره میاره. اینا تکراریه تو یوتیوب، هر کی بزنه لقبتونو ببینین، هر کی بزنه کلی ممکنه چنل بیاره، هدشات گیمرز، هدشات بی سی، ان اف هدشات. ببینین سابسکرایباشون هم پایینه بیشتریه، ببینین چون تأثیری نداره دیگه، تأثیری نداره هی اسم تکراری باشه. بعد اسم و لقب خاص بذارین، یه برندین دیگه، شما یه برند خاص بذارین، اسمتون رکساناست مثلا رکسانا، میتونین بزنین رکسا نانا رکسا نانا. ببینین الان مثلا ما اینو سرچ کنیم رکسانانا رو بزنین یه بار سرچ کنیم، مثلا رکسا به انگلیسی مثلا اینجوری بنویسیم، ببینیم رکسانانا چه چنلایی داره، مثلا کسی هست همچین چنلی داشته باشه، میریم اینجا سرچ قسمت چنلز، میبینیم هیچ کس نیست، هیچ چنلی نیستش که همچین اسمی رو گذاشته باشه تو یوتیوب. رکسانانا همچین چنلی نیست، این میشه برند، همین شد برند شما، لقب شما. من میگم برند لقبتون. بگردین قشنگ هدشات و اینا رو بیخیال، مثلا طرف گذاشته نمیدونم محمد حاج امیر و حاج نمیدونم فلانی و اینا رو بیخیال. مگه مکه رفتین شما که اسمتون رو گذاشتین حاجی؟ بعضیا مثلا حاج و اینا رو نذارین، اسم پشم ریزون، اسم سکسی بامزه گوگلی. از نظر شما چه اسمی مثلا گوگلیه؟ دیدین مثلا واسهتون زدم، مثلا تخمای مسعود، ما میخوایم واسه تخمای مسعود یه لقب بذاریم. تخمای مسعود به خارجی انگلیسی مثلا میشه بالز، بیبی هات بالز، اینطوری مثلا بالز بی ها. اینا مثاله ها. قسمت بعدی لوگو رو نیازی نیست اصلا پول بدین، شما سرچ هم بزنین اینترنت مثلا لوگوهایی هستش که خاص باشه، مثلا بنویسین فری لوگو بعد بگردین، لوگو رو هم بعد بگردین، نیازی نیست بخرین لوگو، نیاز نیست بخرین. شما باید برین توی پینترست میرین لوگو رو سرچ میکنین، توی پینترست لوگو سرچ میکنین، میتونین مثلا عوضش هم بکنین، اینو مثلا میارین خودتون از چه لوگوهای خوشتون میاد. ببینین کلی لوگو هست ولی سعی کنین تکراری نباشه. تو اینستاگرام هم میتونین، چندین میلیون لوگو میاره واسهتون.
میتونین یک کدومشو بردارین بذارین رو کانال یوتیوبتون. لوگوهای خاص رو هم پس حتما انتخاب کنین. بعد که پول دستتون اومد میتونین یکی رو بدین که لوگو براتون طراحی کنه یا خودتون اصلا طراحی کنین. چیزی سختی نیست که. فتوشاپ رو خیلی فول بلد باشین میتونین یه لوگوی خیلی بامزه درست کنین. اینجا مثلا طراحی میکنین، میگین که خب من مثلا از گوسفند خوشم میاد، اینجا میذاریم یه گوسفند، اینجا میذاریم یه کله شیرم مثلا پایینش میذاریم، گوسفنده مثلا اینجوری باشه کله شیرم مثلا اینطوری باشه. خودتون میتونین طراحی کنین. لقبتون نوشته شه یا این بالاش لقبتون نوشته شه، مثلا کیودی پایه کیودی، اینجاش هم مثلا یه رنگای مختلف یا ستاره های باحال میتونین ستاره بذارین اینجاش. میتونین خیلی راحت لوگو طراحی کنین. ببینید لوگو به نظر من طراحی و این چرت و پرتاش الکیه. همون توی پینترست و اینستاگرام شما قسمت تگو برین لوگو رو بنویسین، هزاران میلیون که میلیون ها لوگو میاره. یک کدومش رو انتخاب کنین بذارین رو چنلتون یا عکس چهرهتون رو بذارین. مهم نیست، واقعا مهم نیست، فقط یه چیزی بذارین، هی نرین عوض کنین. هر یک سال یه بار به نظر اوکیه مثلا عکس یا لوگوتون رو عوض کنین. هر یک سال یه بار اوکیه، بیشتر نه، چون مخاطباتون عادت به لوگو اسمتون میکنن. اسمتون رو اصلا عوض نکنین. ببینین من میگم 1 تا 3 روز فکر کنین روش، به خاطر همین میگم یه وقت پیش نیاد که اسم چنلتون رو یهو عوض کنید و بگین خب نه من از این لقب خوشم نیومد، به نظرم لوگومو اسم چنلمو عوض کن. اشتباه خیلی بزرگه، این اشتباه خیلی بزرگه. میگم حتما باید فکر کنید. عکس قرار بگیره روی چنل یا لوگو قرار بگیره روی چنل، عکس خودم قرار بگیره یا لوگوی خودم قرار بگیره. عکس خودتون هم نمیدونم تاریک و اینا نباشه، یه عکس خوشگل، یه عکس باحال بندازین. با گوشیاتون میتونین خیلی قشنگ خیلی جاها عکس بگیرین. بازم به نظر من بهتره شماها لوگو بزنین روی چنلتون، یه لوگوی خاص، خیلی خاص. بعد ببینین جای استفاده نشده باشه، جایی ندیدین، خیلی لایک نگرفته باشه اون لوگو. مثلا شماها ممکنه برین یه لوگوی رو انتخاب کنین که 50000 تا لایک خورده باشه. خب معلومه از این 50000 نفر حداقل 5000 نفر از اون لوگو دارن استفاده میکنن دیگه وقتی لایک میزنن. بگردین یه لوگوهایی رو پیدا کنین. من میگم که اینستاگرام، تو اینستاگرام قسمت تگا برین، لوگو بنویسین، لایکای کم و اون لوگوهایی که کمترین لایکو خورده و خیلی هم شما خوشتون میاد ازش میتونین بذارین روی چنلتون. اون لوگو رو بردارین بذارین روی چنل، چون بعضی هستن لوگو طراحی میکنن ولی فالوور زیادی ندارن، میذارن توی اینستاشون مثلا چند نفر ببینن و خوششون بیاد. خیلی لوگوهای زیادی هست توی اینستا و پینترست و این ور اون ور. ولی پینترست باز میگم پینترست ممکنه یه سریات استفاده کنن از لوگوهاش، ولی اینستا باز خیالتون راحته، میرین تو پیجش میبینین که خب این یارو طرف مثلا 1000 تا فالوور داره، عکس لوگوهایی هم که میذاره کلا 5-6 نفر دارن لایکش میکنن، اصلا 50 نفر دارن لایکش میکنن. از اون 50 نفر دیگه تهش 1 نفر 2 نفر میخوان از لوگو استفاده کنن دیگه. اصلا شاید هیچ کس هم استفاده نکنه از اون لوگو، فقط میان لایک میزنن میرن، میبینن خوششون میاد لایک میزنن. الکی میگم لوگوهای پربازدید و یا لوگوهایی که خیلی لایک گرفته رو ازش استفاده نکنید. مثل همون اسم هست که گفتم خیلی دقت کنین که تکراری نباشه چیزیش. این بود از اسم گذاری و لقب به علاوه لوگو. میبینمتون تو قسمت بعدی.